من رژیم فست میگیرم، اما مجبورم بشکنمش چون 10 بار اومدم صحبت کنم شکمم از گرسنگی داره سمفونی میزنه. یه کیک رژیمی پخته بودم که نخورده بودم، اینه گفتم که اینجا بخورم چون خیلی گرسنمه. بعد براتون تعریف کنم. اصلا قصد نداشتم که موکی بانک باشه و نیست، اما خیلی گرسنم شد که مجبورم. اگه از صدای منش موش خوشتون نمیاد این قسمت رو بزنید جلو. قسمتش باتون داره، جاتون خیلی. با اینکه الان اصلا تایم خوردن هیچ چیزی نیست، ولی این کیک رو میتونین تو دارن رژیمتون درست کنین و بخورین بدون اینکه چاق بشید و دیگه هوس شیرینی نمی کنین، چون چه شیرینی بهتر از این که چاقتونم نمیکنه. و البته که اگه بشینید انقدر بخورید که 100% چاق میشین، ولی روزی یه دونه کافه انقدی هیچ اتفاقی براتون نمیفته چون کالریش خیلی کمه. اگه دوست دارید بدونید که چجوری درستش میکنم، کلا کلی چیز رژیمی و لایف استایل رژیمی خودم و براتون توی چنل دومم میذارم که چنل دومم اینه، میتونین سرچ کنین و پیداش کنین. خب از اونجایی که من الان بعد از ویدئوی میکاپ آرتیست، نه ببخشید ناخونکار مراتب محروم هستم و اون میکاپ مزخرف سنگین رو پاک کردم، باید به صورتم مرطوب کننده بزنم چون داره از خشکی میتره که بعد الان براتون تعریف میکنم. میدونم که صبرتون سر اومده الان که تعریف کنم، قول میدم. خب کجا بودیم؟ اونجایی بودیم که کیارش تماس گرفت و گفت برم پیشش تا گردنبندو ازش بگیرم. بچه امکان داره که من یه سری چیزا رو اصلا فراموش کنم بگم یا پرش داشته باشم و بخوام یکم جابجا تعریف کنم که ببخشید دیگه، خیلی پیچیده است. این اتفاق خیلی طبیعیه که بعد این همه سال بیفته که من یادم نمیاد با دیتیل چجوری تعریف کنم براتون. خب من با هزار جور ترس و لرز رفتم اونجا، با اینکه خب دوستش داشتم و توی اون مدت اعتمادم رو جلب کرده بود، خیلی مراقبم بود. البته بچه ها یه چیزایی رو کلن راجع به
همیشه تو خونه و کیارش ترجیح داده بود که از فضای خونشون دور بشه و اصلا دیگه با پدر مادرش زندگی نکنه. ارتباط داشت باشون ولی دعوای پدر مادرش کلافش کرده بود و دیگه نمیتونست تحمل بکنه، کلا و از اون خونه رفته بود. و خب من میدونستم که تنها زندگی میکنه. وقتی که رفتم آیفون رو زدم رفتم بالا، خب توقع داشتم وقتی میدونه که من داخل نمیام جلوی در باشه و گرمندم و برم بده، اما در باز بود و خود کیارش نبود. بچه ها صدای ماشین آشغاله ها میاد، زباله رو دارم جمع میکنن. من حرف از اکسام میزنم میتونن چه ماشینایی بیان، میبینی عشق بیکارم. حالا دیگه ببخشید که صداشو میشنوین، خیلی دیر وقته و من نمیتونم صبر کنم که اینا ساکت چن، باید تعریف کنم. امیدوارم صداشون رو شما نشنوید. خلاصه در باز بود و من صدایش زدم که مثلا بیاد جلوی در تا گرمندم و بده. گفت بیا تو. من نمیتونم بیام، تا بیا تو. خلاصه من دلو زدم به دریا رفتم داخل. میگم اون موقع خب خیلی خط قرمز من بود خونه و میترسیدم واقعا و نمیرفتم. اما دیگه واقعا بخاطر گردنبندم انگار حالا گردنبنده چی بود، گردنبند جادویی بود انگار. منم به دل همه جا میزدم به خاطر اون یه چوسه گردنبند مسخره. آقا من رفتم داخل و گرش خیلی عصبانی بود و سرش پایین بود. هیچ وقتی صحنه رو یادم نمیره. خونش هم نور خیلی کم بود و ازم من ترسیده بودم واقعا. بعد رفتم و برگشتم اونجا. گفت که چرا انقدر پیگیری کردم من دتی. گفتم خیلی دوستش دارم، مامانم برام خریده، یادگاری مامانم، خیلی دوستش دارم، همیشه باید پیشم باشه. بعد گفت مامانت برات خریده؟ گفتم که آره. بچه از جاش بلند شد، بازوی منو جوری گرفت، منو میکشید برد سمت همون. توی همون یه توالت فرنگی داشت. من یاد این صحنه میافتم یه لحظه استرسی میشم واقعا، چون ترس اون موقعم واقعا زیاد بود و من خیلی ترسیده بودم. گفت که انقدر دوستش داری که به من اینجوری دروغ میگی. من همینجوری مونده بودم. گردم من تو گرفت انداخت توی دستشویی، سیفونو کشید. منو داری. من همینطوری مونده بودم. من میلرزیدم از عصبانیت هم تعجب و از حالم خیلی بد بود. بعد من اونجا واقعا عصبی شدم، شروع کردم به جیغ زدن. آدمی که جلوی من رام بود با من پرفکت رفتار میکرد، رفتار عاشقونه، اگزاجره، عشق جنونوار، پر از ابراز علاقه. من فکر کردم من الان اینو تو مشتم دارم. این چه کاری بود؟ من تو رو جر میدم با این کاری که کردی. منم رزمی کار میکردم، گستاخ و پر رو و شجاع بودم، ولی میدونستم و خیلی از من قوی تره. اینم میدونستم، ولی چون دیده بودم خیلی منو دوست داره گفتم اوکی هیچ کاری باهات نداره. من دور برداشتم. چه غلطی کردی، چه گویی خوردی فلان. خیلی عصبی شده بودم. بچه ها لگدی زده به ساق پای من که من شانس آوردم بام نشکست. من بام انقدر کبود شد با یه ضربه، انقدر پای من کبود شده بود نفسم نمیومد از درد. بچه ها بخوام بهتون یه جور بگم که گیج نشین که چرا این اتفاق افتاد و اصلا از کجا فهمیده بود. این رابطه، این ارتباط کلن بین ما سه تا خیلی عجیب بود. من خیانت اهورا رو عجیب فهمیدم و از اون طرفم اون اینا رو فهمید. اون اصلا نمیدونست که من اکس اهورام و
فروشی که نقره هم میفروخته، یعنی یک طلا فروشی، نقره فروشی. بله، و اونجا برای کسی نبوده جز بابای کیارش. حالا شاید براتون سوال باشه که چجوری فهمیده. این نقره ها رو خودشون تولید میکردن، گرمندا و اینا کارگاه خودشون تولید میکرده و توی تمام این چیزایی که خودشون تولید میکردن یه پلاک ریز بوده که انتها بوده و لوگوشون بوده بهش. و اینکه اون به محض اینکه گرمندا میبینه اون علامتی که میدونسته تولیدی خودشون بوده رو هم میبینه و از اونجایی که نمیدونم چطوری مامان اهورا رو میشناخته متوجه میشه که گرمندا کی خریده و عین یک کارگاه توی چند ساعت شروع میکنه به پرسجو کردن. من اون موقع که میرفتم باشگاه 3-4 ساعت میرفتم، چون میموندم به مربیم کمک میکردم. مثلا خیلی دوست داشتم چند ساعت میموندم، اینجوری نبود 1 ساعت برم و بیام. و اون توی این تایم خیلی زمان کافی براش بوده که توی همه چی رو در بیاره و با 4 سوال پرسیدن همه چیز رو بفهمه. اونجا بود که وقتی زد به پام من خیلی دردم اومد و حالم خیلی بد شد و پنیک کردم، چون نمیتونستم براش چیزی توضیح بدم. اون داشت داد میزد توی صورت من که تو منو بازدیده کردی و فهمیده بود و واقعا نمیدونم که هنوز من نمیدونم کی براش با دیتیل توضیح داده بود قصد من و نیت منو و من مونده بودم همینطوری که توی صورتم داد میزد و تمام نیتی که من داشتم و داشت میگفت آره اوکی. من روزی که بهش نزدیک شدم قصدم فقط این بود که اهورا رو هرس بدم، با کیارش عکس بذارم، دوستاش ببینن بهش بگن، همه اینا اوکی. اما من واقعا از کیارش خوشم آمده بود و واقعا اسم کردم که میتونه جایگزین اهورا باشه برای من. اما دیر شده بود و اون کاری که اون کرد اون لحظه با من و ضربه‌ای که به من زد و فریادی که میکشید و ترس و وحشتی که به من داده بود، اون لحظه گفتم که نه من غلط بکنم، این جای هیچکی نمیتونه بیاد. خلاصه که خیلی ترسیده بودم و همونجا من برای اولین بار تو زندگی پنیک اتک رو تجربه کردم که انقدر ترسیدم که میلرزیدم، نفسم نمیومد بالا و نمیدونین من چجوری داشتم میلرزیدم، دندونم به هم میخورد و نفس میزدم. اونجا کیارش خیلی ترسید برام آب بیاره، هول کنه، بخواد اصلا زنگ بزنه به آمبولانس که آره این حالش اینطور شده. اون خانم هم میگفت این کارو کن، نمیدونم اون کارو کن. اصلا من که حالم خیلی بد بود. یکم که حالم جا اومد به خودم اومدم، فقط کیفم برداشتم برم. کیارش دست منو گرفته بود، زانو زده بود جلوی پام و بذاری که من واقعا فکر کردم خیلی محکمه و خیلی قدرتمنده. شروع کرد زار گریه کردن. نرو غلط کردم، قربون چشات برم فلان بیزار. شروع کرد قربون صدقه نرو گو خوردم، غلط کردم، من معذرت میخوام. خیلی بدتر از نام میگفت و من فقط میخواستم برم. یه پرانتز باز کنم، دختر را گول این چیزا رو نخورین. یه پسریه که خشنه، توی آینده زبدر تهش کنید، پاره پورتون میکنه. من اگه میخواستم بمونم باش تا این لحظه من الان نبودم اینجا، یا یه بر صورتم کنم فکرم بنفش بود، نمیدونم. از اونجا تا خونه اهورا اینا من دویدم 1 رو برسیدم. من فقط میدویدم که گرش نیاد دنبالم. بعد رفتم اونجا تنها، کاری که نمیدونم چرا کردم و تنها کسی که فکر کردم شاید اون لحظه، چون یکی از بزرگترین دشمنای اون طرف بود، فکر کردم واقعا شاید
کرد، که دقیقه وایستا، رفت بالا، لباسشو عوض کرد، با سویچ اومد، بعد گفت من اینو میکشم. یعنی من اون شب سخت‌ترین کار زندگیم بود که اهورا رو نگه دارم که نره سراغ کیارش، چون اگر میرفت مطمئن بودم که یکیشون فقط زنده میموند، چون جفتشون عصبانی بودن و اصلا شب خوبی نبود، اصلا شب خوبی نبود. فقط متقاعدش کردم، گفتم آره من الکی گفتم میخوام فلان جا باشم، الان به اونجا نیاز دارم که همیشه میرفتیم، بریم اونجا، حالا بده اینا. اونم دیگه همیشه به حرفم گوش میداد، منو برد و برای اولین بار فرصت توضیح بهش دادم. بعد اون همه باری که زنگ زده بود و جواب نداده بودم، میومدم به باشگاه، نمیخواستم ببینمش، رامو کج میکردم یا به بابام میگفتم یه تایمی بیاد دنبالم که اون بابامو میبینه، قبلش دم باشگاه منتظرمه، نیاد جلو. اینجوری من جیم میشدم، همه چی رو برای اولین بار از زبونش شنیدم که بله، انقدر اون دوستای صمیمیش زیر گوشش خونده بودن که آره بیا بزرونه بریم اونجا خونه مامان بزرگت، کلیدو ازش بگیر بریم، و خودمونی میش دختری نیست، اما برای اینکه دوست دخترت حساس نشه، زده حال نزنه، بگو با خونواده ای. تا اینجا اهورا فقط مطمئن بود که هیچ دختری نیست، این پلنشون رو براشون اجرایی میکنه که پسرونه برن، و چون خیلی دوستاش گفته بودن، نمیخوام بگم توجیه کنم کارشو، ولی کارش صد بد بوده، باید میگفت هر چی که بود باید. بله دوستان، و پسرونه هم بوده جا. اما یه شب که از دوستاش اصرار میکنه که یکی دوتا دختر فقط برای خود همون دوستاش بیان، با کلی اصرار اهورا قبول میکنه و دوستاش اون شب رو تبدیل به مهمونی میکنن، بریز و بباش و یکی دوتا دختر نه چند تا دختر، و تبدیل به مهمونی میشه. اهورا از اونجایی که جز من دوست دختر فابی نداشته بوده قبل از من و تجربهش خیلی کم بوده کلن، اون شب که مست میشن همشون، شیطون گولش میزنه و اون شب کاریا میکنه که نباید. همون فرداش هم دختره رو میندازه بیرون، اما احساس گناه داشته، برای همین از من فاصله میگرفته، حالش بد بوده و داشته با خودش میجنگیده که چرا این کارو کرده. کاریو کرد که باعث شد هیچ وقت نتونم ببخشمش و گفت، دروغم نگفت، راستشو گفت. اما به نظر من آدمی که یه بار این کارو باهات میکنه دوباره هم میکنه. شاید خیلی دلم براش تنگه، حتی بعد این همه سال که من 26 سالم و هم موقع گفتم که 17-18 سالم بود. آره دلم براش تنگ میشه، اما هیچ وقت نتونستم ببخشمش، هیچ وقت. همون شب به بعدم دیگه ندیدمش. اهورا که انقدر همیشه جلوی خودشو میگرفت، اون شب اونم به بنای صورت گریه میکرد برای نرفتن من، اما خودشم میدونست که من یه خط قرمز دارم، فقط همیشه هم بهش میگفتم، میدونست، اما که هندی بود که زده بود، نمیشد جمعش کرد، نمیشد درستش کرد دیگه. خیلی زنگ زد اونم، خیلی بعدها تلاش کرد اما نشد، نمیتونستم ببخشمش. از سرنوشت کیارش هم که بخوام بهتون بگم، اونم میومد 1-2 هفته میومد دم باشگاه،
اذیتم میکنه و واقعا داره میره روی روانم و من ازش میترسم. مجبور شده بودم چون واقعا ازش ترسیده بودم به اهورا گفتم و نمیخواستم که برن و به هم آسیب بزنن. بیشتر نگران اهورا بودم اون موقع. و اما دیگه دلو زدم به دریا و بهش گفتم. و بچه ها از اون شب که من به اهورا گفتم کیارش دیگه من توی زندگیمون آدم و حتی اتفاقی هم ندیدم، حتی اتفاقی هم ندیدمش. و بعدها از دوست مشترکم با اهورا متوجه شدم که دعوایی کردن که ترکونده بودن همدیگر رو، میتونیم پس غم انگیزش برای من اینه که خب من کلا عاشق این صحنه‌های فانتزی هم، اما برای خودم که اتفاق میافته ندیدم. من اون لحظه کجا بودم؟ آره الان دارم اینجوری میگم، اون موقع که اصلا به فکر این که اهورا چیزی شده باشه پاره شده بودم. اما خب تایمی اینو فهمیدم که از اون اتفاق گذشته بود و اون دوست مشترکم هم دیر فهمیده بود و همون تایم دیر هم به من گفته بود که من دیگه به اهورا زنگ زدم و هم ازش تشکر کردم، هم گله کردم که چرا همچین کار کردم، که تو دلم قوقایی به ما بود که وای به خاطر من چه کار کردن، دعوا کردن. فکر میگم چه خبره، فکر نکنین خبریه دوتا پسر واسه‌تون دعوا میکنن، دوتا شل مغز. داستان عجیبی بود. الان من باز دوباره یاد اهورا افتادم و خیلی وقتا یادش میافتم، خیلی وقتا. بعضی وقتا میگم اگر اون اشتباه نمیکرد اینجوری نیستم الان میگم وای عاشقشم، نه، دلم برای اون تایم اون دوتا کوچولو، اون فرنک کوچولو و اون اهورا کوچولو میسوزه که چقدر میتونستن با هم دیگه خوب باشن، چون واقعا هیچی کم نداشت اون رابطه. نمیدونم چرا همچین کاری کرد. الان نمیدونم که کجاست، داره چی کار میکنه، ولی میدونم که فقط سینگل. امیدوارم که هر جا از حالش خوب باشه. الانم بیاد من نمیخوام دیگه، میدونی، یعنی با که این همه سال گذشته، با اینکه من تو رابطه های دیگه ای رفتم، اونم قطعا رفته. یه سپاه مرزه ای که چند وقت پیش شنیده بودم، چند وقت پیش که نه، یه 2-3 سال پیش، دوستم داشتیم صحبت میکردیم راجع به اکسامون. بعد گفت که یکی از دوستاش خیلی از اهورا خوشش میومده، که از دوستای دوستم، و خیلی سعی کرده بوده به اهورا نزدیک شه، اما اهورا پس میزده دختر و کلا باش اوکی نمیشد. دختره یه شب بهش میگه مثلا چرا اینجوری میکنی، فازت چیه، مثلا من این همه میخوام با تو اوکی شم و خودت باشه فلان و اینا. اهورا بهش میگه که ببین من یه بار یه رابطه خیلی قوی داشتم و اصلا آمادگیشو ندارم دیگه مثلا بخوام با کس دیگه باشم و از اینجور حرفا. و شاید باورتون نشه اما اون شخص من بودم. بهش میگه که کی بود حتی این همه سال. نمیاد خودشم الان دیگه، ولی میدونم که نتونسته اصلا وارد رابطه جدی بشه. دورا دور بهم میگن، من بگیر نیستم، واقعا میشنوم، اما میدونم بالاخره بتونه. امیدوارم که بتونه. اینم از داستان این دوتا آدم عجیب. سمول سایمین که کیارش بود. بچه نه اسم اهورا اهوراست، نه اسم کیارش کیارش، اسم جفتشون یه چیز دیگه است.
کوچولوهایی که توی اون سنن یکم برشون درس عبرت باشه. خیلی برام سخت بود تعریف کردن، چون هم میگم خیلی تایم گذشته بوده، بعد فکر میکردم که کجاشو بگم، چی بگم، یه سری چیزاشو به یاد بیارم حتی که بتونم با دیتیل بیشتری بگم. خیلی فراموش کرده بودم خیلی جاهاشو و هنوزم خیلی جاهاشو مطمئنم که بهتون نگفتم. خیلی دیتیل داره و خیلی پیچیده است. اتفاقات زیادی افتاده که من واقعا خیلیشو نگفتم، اما امیدوارم در همین حد هم براتون آموزنده بوده باشه. برای بعضیاتون کل یه سری چیزا رو نخورین، قاطی فانتزی بازی نشین و اینکه آره یه آدم اگر بهتون خیانت میکنه هر چقدرم که دوستش دارین، ببینید که من انقدر دوستش داشتم که هنوز بهش فکر میکنم یه جوری میشه حالم بد میشه. یعنی نمیگم هنوز الان عاشقشم یا دوستش دارم، نه، تأثیر اون آدم شاید تا ابد روی من باشه، اما من گذشتم از کسی که انقدر دوستش داشتم به خاطر خیانت گذشتم. واقعا